میرم دستت وابو. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من مهدادم و اومدیم تا یه پلیر رو ادب کنیم. خب بذار داستان رو براتون بگم. رفتم من توی یه رومی، پرچم زدم، این یارو اومد. بعد استارت کردیم، رفتیم تو بازی، مایکش باز بود، صداهای ناهنجاری در میورد. والا اینه الان معلوم نبود چی میگفت، صدا در میورد اذیت کنه. رفتیم بهش گفتم مایکتو ببند، شروع کرد به فوش شدن. بعد تصمیم بر این شد که ادبش. بعد من توی این چیز یه دونه کیل گرفته بودم، فکر کنم. آره یه دونه کیل گرفته بودم، دستم هم گرم نبود، تازه اومدم تو بازی. اومدم دستم گرم کنم، برم یه ذره رنگ بازی کنم، دیدم این داره هم با این یارو. Enemy. Sniper. ببین پیر محمد و Reload. با پیر محمد و امین Lost اونم that round, but it's not over yet. میان Ready up. ببینم چیو میکنه. اینجا هم که داره فشار میخوره، بهش گفتم بریم دوئل. آره یه کارایی روت میکنم دیگه. گفتم بریم دوئل، یه کارایی روت میکنم. بعد الان اینجا میریم دوئل. پارش چجور فقط رفت تو کس نهاتون. نمیدونم چرا این کارش شده، فازشون اینه. We'll get him next time. ببین خور کسته من تو با تو دوئل نرم. ببین لفت بده تو داری لفت بده هر اون زاده بینی گوش میزن الکی کلا میخواره یه هر جایش. مادر جنده میخواد بیاد بره. هر مادر جنده استارت کن همیزوش استارت کن. این یاران با اون یارو انمیه در با اونم داشت دعوا میکرد. تا بریم دوئل بهش بگیم. اینم آورد به رسپیک بشینه. نمیدونم رفیقش یکیشه. اینم اتچمنت، حالا خواستید بچینید اسکرین شات بگیرید. 2 تا اتچمنت بود دیگه چیدم. جفتش خوبه. خیلی این پلی بیادبه. بریم دوئل. استارت نمیکنه چرا؟ خب استارت کرد. یه چند تا من ویدیو ساخته بودم، 3 تا، حافظم پر شد، مجبور شدم پاکشون کنم، حیف شد. یکی هم بود رفته بودم ایستگاه یارو رو گرفته بودم، بهش میگفتم من نوبم، خیلی نوب بازی داشتم در میآوردم. رفتیم دوئل، اونم زدم، ولی چی نگفت، رفتشون. بدونم اونجوری دوباره باید فیلم در بیارم. اگه این میبینید صفم پهنه، این مثلا اسنایپم پهنه، یه روشه، اگه خواستید اینم بهتون آموزش بدم، خیلی خفنه. دیدتون شبیه آیپد میشه قشنگ. اسپام ترپ ها، یه ویدیو اسپام ترپ هم میذارم بدون خطا. کلا راز وین کردن دوئل یکی اسپام ترپه، یکم اسپام ترپ نباید کننت. این برای فینیشش استیم شات میزنی،
ای اومد فینیش هم میبینید من جام بزرگترم گذاشتم وسط صفحه نمیدونم کجا بذارم من همیشه میذاشتم راست بالا اونجا هادم عوض کردم دیگه نمیشه میذاشتم راست بالا راحت میتونستم بگیرم پنج دو فعلا به نفع ماه آره داداش تو خیلی پرهایی تمام کیلاش اینجا میزنم اینجا آف یادم نیست برای یه هفته پیش ویدیو این تندر سبزم ویدیوشو خواستید میذارم چند تا هم ویدیو خیلی من کسرم دارم ولی حافظم نمیگیره گوشیم لامصب 64 گیگه لازم ای تعداد حساب سیرابم کمه میتونم باهاتون دوئلم بزنم بنویسم دوئل کامنت بنویسید دوئل آراجی تامنیل پس درست میکنم ویدیو بعدی دوئل با شما باشه توی کامنت ها بنویسید دوئل تا باهاتون دوئل بزنم بنویسید دوئل بعد زیرش هم یادیتون رو بفرستید من آخر سر اینو باید فینیش کنم یا فینیش بقول درد نداره بیا فینیش بقول فینیشمون رو نگیره سلوات یادم نیست میگیری موتوکو اسکینی زیبا فارسی را پاس بداد دو نه 12 در 6 به نفع ما 6 تا اختلاف خیلی پلن دارم تو سرم ویدیو میسازیم شما سعی کنید حمایت کنید ما هم زود به زود بتونیم ویدیو بذاریم نمیره بالا هم این پلن داشت تو خیلی پرویی یه جا وای میسه اسپام میشه خط میگیره روشو نه توش رد شد دیگه چه میسی بود من دادم 1 میلیمتر میچرخوندی خوب این بر ببینید اینم یه دوئل شاتگانم زدیم بعد این دسته اونو دیگه کامل نمیذارم ویدیو خیلی طولانی میشه آره اونم نتیجهشو میذارم یه چند تا جاشو میذارم آره 16 بر 10 9 آره 17 بر
8 اینجا معلوم نیست. زوم هم نمیشه. 8 فکر کنم. آره 8 بر 17 عقبه. 19 بر 8. نه 18 بر 8. خرم. حالا 19 بر 8. های نامفهوم. بیا اینجا دیگه فینیش بخور دیگه. فینیشرمونو نگیره سراوا. ایدم به این زندگی. ما یه بار فینیشش گرفتیم، اینم یه بار فینیشمونو گرفتی. حالا اشکال نداره. ببینیم باز میریم انتقام بگیریم. بگیر مهداد، تو میتونی بگیر. حالا اگر خواستی با من دوئل بزنید تو کامنت ها بنویسید دوئل، بعد یو آیدی تون هم زیرش بنویسید، بهتون درخواست بدم بریم دوئل. ویدیو بعدی انشالله که دوئل بکنم. یا بقول یه فینیشر. نگرفت. زدم اینم فینیشر رو تمام. چرا ول کردم؟ من عجب خریم. بگیر فینیششو. ای خاک تو سر من. دیگه بزنیم تمام شد دیگه. بزن مهداد بزن. من چه خری بود نایف کرد. حالا بزنیم تمام شد دیگه. اینو یادم میزنم فکر کنم. گرفتم فینیشش رو. اینو ول نمی کنم دیگه. لفت داد. خواستم ول کنم یادم اومد. لفت داد. بریم دوری شاتگارم ببینیم. آجی من شاتگان پلیر نیستم دیگه. یه چند تا کیلو آخرشو میذارم فقط. 14 دقیقه ویدیو شد. دو یه شات میقوله، دومی شات هم میقوله. 18 بر 9. من شاتگان پلیر نیستم. این 18 بر 9 عقبه. 9. آره 19 بر 9. کیلو آخر 19 بر 10. کیلو آخرم بگید 20. 10 تمام کن دیگه. 10 تا اختلاف. آقا نکته اخلاقی این ویدیو همینه که مثل اینا نباشید. تو گیم با ادب باشید. به هم فوش ندید. اینم که لفت میده میره. ما هم دیگه بریم. یادتون نره حتما لایک کنید. یه کامنت جلب گرمزم بذارید. خدا نگهدار. اینم رفت. ما هم میریم دیگه. خداحافظ.